یک تا ژورنالیست اینا دوم بار است که ایما کنسولتاسیا میگیره برای در گازیتا چاپ کردن یک چند تا سوالش. یکم بار گرفت چاپ کرد، انا که دوم بار یک چند تا سوال داد. همین سوالش هم خواستم که برای شما من خیلی واضح کرده فهمونم. سوال داده که برای چی بسیار از آدما، عموما همه آدما талант دارن، بسیار талантهای خوب دارن، اما همین талантاشون نشان دادن نمیتونن، باجا میکنن، گپ زدن نمیتونن. بعد من در جواب همین سوالش گفتم که دو سببی از همه در بزرگترین که همین تمام جوان‌ها را، تمام شخصیت‌هایی که علاقه سن سالشون داج رفتگی باشد مجبور کردگی که هم талантهای خودشون انکشاف ندن. یعنی یکم سببش این والدینای. برای چی؟ برای که پدر و مادر ما خوبی ما را میخوان، لیکن آنها از جهت رفتار خودشون آرزوهای عملی نشده دوره جوانی خودشون در سر ما میمونن. یعنی وای در جوانیش میخواست که نمیدونم یوریست شوه، ترا در دانشگاه ملی در همون اختصاصی یوریستی داخل میکنه که تو یوریست شای، دیگه تو вообще نمیخوای چیزات، این вообще رویه تو таланти تو دیگه سوهادای، دیگه ترا مجبور اونجا داخل میکنن که بخونی، پول صرف میکنن، تو پروسا میری میورن گرو بدوری یگام چی خد نمیکنی، این وقت میزگرد تمام پروسا وقت دست میتی. برای میخواد این سبب مهمترینش همیه که پدر و مادر آرزوهای عملی نشده خودشون در سری فرزنداشون میزنن که همین کارا رو بکنن. یعنی من نشیدم همین چیز تا همین چیز شه، نه که فرزند باید همون سوهای دا بروه که همون سوها دا خواهش داره، талант داره. усилияи силное میگن، یعنی همون طرفی بقوت فرزندتونه باید که شما کوشش کنید که بقوتر کنید، و طرفای ضعیفیشه شما کوشش نکنید که بقوت کنید، برای که هر کس خداوند ای هر جهت талант دادگی. دوم سببش همیه که آدما ای گپی مردم میترسن. شاید ما فوتبالیستای بهترینه، شاید ما دانشمندای بهترینه، شاید ما عالمای بهترینه، عموما تمامی талантهای بزرگ دنیا را ای دست دادگیم. برای چی؟ برای که میگن که ای همه موضع قیمتترین دنیا این قبرستان ای، برای که در اوجه همه талантهایی که خودشون انکشاف ندادن مردن، تای خاک شدن، زیر خاک شدن. از چی سبب؟ ای سببی که آنها ای گپی مردم میترسیدن که دیگران درباره‌شون چی میگن، دیگران درباره ویا چی فکر میکنن. ببینید شما اگر چی قدر آدمی خوبم باشید، талант لیوی هم باشید، مردم میگنتون، اگر نیکچانی آدم هم باشید میگنتون مردم. بعضی آدمایی هستن که وای امین талант چون میگه که کاروچی غیبت کننده همین خیل، لیکن این باید پیش روی شما نگیرد که талантتون بکشید داختون. فکر کنید که مردم شما را چی میگن، با گپ مردم زندگی کنید. ای همه دا چیزی به ارزش ترین در روی زمین این گپ مردم ای درباره شما. مهم نیست که دیگران درباره شما چی فکر دارن، مهم اون است که شما درباره شخصیت خودتون چی فکر دارید عزیزان دیر. برای همین من این مثال خودم میبیارم، من این таланти گپزنی دارم، گپ میزنم. بسیار آدمایی که میگن که ایت چی گپ میزنی، خیلی بلاگر میگیری، خیلی خیلی میگیری، گفتن میگیرن، ما گفتن گیرن، نه که من چیزی که خداوند ما داده هوای من میکنم. من مثال таланти آدما را مقصد راهنمایی کردن دارم، نسانیکی کردن دارم، میکنم این کارا. من таланти نوشتن دارم، مینویسم، کینو مینویسم، سینما میکنم، شعر مینویسم، سرود مینویسم، میخونم، کاروچی таланти خواندن دارم، таланти اکتیاری دارم. مقصد که بسیار талантو ای کوشش میکنم که همین چیزی که خداوند ما داده همه طرفا کمی کم هر روز پچوچود میگن که همین خیلی آیسته آیسته همین چیزها در خودم رضایت کنم، برای که آینده پشیمون نشم. میگن که هنگامی مرد آدم یکی از اون چیزایی که آدم مقصد رو افتاده میکرده در همین بوده که وای میگفته که
این قدر ما талант داشتم، این قدر ما استعدادهای بزرگی داشتم که میتونستم توسط این استعدادام، این талантам خدمت ما به خلق رسونم، به مردم خدمت کنم، لیکن همین چیزا نکردم. پشیمان میشید. برای اینکه شخصیت‌های نباشید که استعدادهای خدادادیتونه و درون قبرستون برید. همشه تا وقتی که هستید استفاده بردنش سعی کنید و باور کنید یگانه چیزی که شما را در این زندگی خوشبخت میکنه، خرسند میکنه، این فقط اون کاری است که شما کردنش دوست میدارید. اون چیزی است که شما وقتی که همون کار را زنیمت میکنید خودتون خوشحالیست میکنید، نمیفهمید که وقتتون چه خیلی میگذرد. همین کارا کنید. این هم талант شما، هم چیزی خداوند شما داده. این کاری نه که مثال شما در نمیخوید، معقولتون نیست هر روز همین مرداتون میبرید و میارید. این خیلی قطعی زندگیتون خوب نمیشه و دیگر نمیشه. کوشش کنید کاری را کنید که دوست میدارید. خداوند نگهبانتون باشه.